سلام دوستان، خیلی خوش آمدید به یک ویدیو دیگه از کانال من یعنی راهول. امروز اینجا هستیم خدمتتون با یکی از دوستای خفن خودم، مهمان همیشگی که در این کانال زیاد بوده، یعنی ریل سیاوش. نگهدار. حالتون چطوره؟ امیدوارم که سلامت و خوب و تندرست و خیلی مخلصم. همیشه همین رقم سلامش تایش بازه. اصلا میگن فرادی میگن بازی آدمایی که اونایی که گل میگشن حرفشون نصف کاره. It was at this moment that he knew he fucked up. دوستان امروز آمدیم با یک ویدیو ریاکشن. من تا حال در چنلم ویدیو ریاکشن نداشتم که در یک ترک صرفا ریاکشن بریم، ولی خب از اونجا که دیدیم یوتیوب خوب ویو میده در ریاکشن، ما تصمیم گرفتیم که امروز براتون ریاکشن بریم. کامنت بنویسین راهول صادق. راهول صادق صدیق. خب دوستا، پس حتما لایک و کامنت و سابسکرایب و از این گپا رو کنید. اگرم از ویدیو خوشتون نمیاد که هیچ اشکار نکنید، فقط یک چیز ببینید برگردید که ترک با هم گوش بدید. خب سیاوش نگهبان عزیز، من یک سری در دیسکریپشن موزیک بزنم. بله. 23 اکتبر 2023 پخش شده اولین ترک از آلبوم فرود 15 ساعته که منتشر شده از مهاجم. بچه‌ها و مهاجم یکی از آرتیستایی که خودم خیلی خوشم میاد ازش و از استعدادهای آینده که خودم کارش خوشم میاد. بیت پرودیوسر استی، میکس و مستر سجاد سرچ، کاور آرت ابوالفضل استودیو. تشکر از سیاوش نگهبان بابت خوانش کردن دیسکریپشن موزیک سرآغاز از مهاجم. گوش میدیم با هم. به گابی دل خیلی از جواناست بابا. این فکر کنم اولین باری که دارم از مهاجم یه کار تو این فضا میشنوم که هنوز شروع نشده. فضای بیته یه مقدار مشخصه که قرار احساسی طور فکر کنم باشه. یک کمک از فان بودن مهاجم کم شده. ما مهاجم فان نمیخوایم، کامنت کنید. ترک بعدی باید فان باشه. شاید خوب بود تو این فضا. من اون رو میخوام یه هر رقم باشه. من چون بیشتر کار احساسی بیشتر میپسندم برم گوش کنم. اگه باحال باشه مهاجم جان بعد از این همینو باید بری جلو. یو 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 زیر دلم ترس بود و جبیم پر چرس، رامه رفتم دست رک و تلو مست، رسیدم و خرش پشتی میکروفون لش، ده زوری چیم سفیدی نه ده زوری کش. زیر دلم ترس بود و جبیم پر چرس، رامه رفتم دست رک و تلو مست. تا اینجا کارس شروع شد، کار با کارس شروع شد. یک اینتروی گیتار داشت که بعد کارس آمد و یک کارس چند صدا با یک ملودی متوسطه. زیاد بر من خیلی رنگ‌های خلاقیت همیشه گرفت. خواننده ملودیک خانی نیست فکر می‌کنم 100% و بریم که خودی ورسا رو گوش کنیم. رسیدم و خرش پشتی میکروفون لش، ده زوری چیم سفیدی نه ده زوری کش. ای چوچگگی چیم سفید ملقب مهاجم، متولدی 82 سردرگم مهاجر. حال جسمی خسته است، حال روحی ضعیف، روزی نسته اصلا از بازی کثیف. دل تنگ شلوغی بزرگای ورچی دل تنگ. خب دو تا مسئله به تو هم یکم به من خیلی فاز تکسش احساس کنم خیلی تکس قدیمی شاید بوده، خیلی نسبت به کارهای الانش ضعیف تکسش. حالا این به کنار، اولا که مرد حسابی در کار قبلی برار کش حوالمون کرد، رپ داری صاحب شده بودی، قواله گرفته بودی بخی. حالی موگی که در زور چیم سفیدی رسیدیم، کشا کجا شد؟ کشا رو کجا کردی؟ شوخی ها بچه یک کمک تکس رنگ و بوی قدیمی بودن میده، چرا که آلبومش خیلی وقت داره روش کار میکنه و شاید دیره قبل از این ترک هایی که حالا شنیدیم نوشته باشد. خب و دلتنگ برچی هم هست رفیق ما. بریم ادامش. نزی بازی کثیف دل تنگ شلوغی بزرگای ورچی، دل تنگ سر و صداهای کلالی ترافیک مترای لاری، دل تنگ سخی جان مزار شریف. پس نمیآید دیگر روزای قدیم، ولی ترس نمیخوریم از این گناهایی که کدیم. تر کدیم جوانی را در جای بدی، لش غلطیدیم مثل پیپر و چتیم. دل تنگم
نکی دل کندم مزه نداره چون که به نمک دست تکی تن و دست رک و تنها گشت یادیش و خیر سودا مکدیم چرس زیر دلم ترس بود و جبیم پر چرس رو میرفتم دست رک و تلو مست رسیدم و خرش پشتی میکروفون لش ده زوری چیم سفیدی نه ده زوری کش زیر دلم ترس بود و جبیم پر چرس رو میرفتم دست رک و تلو مست رسیدم و خرش پشتی میکروفون لش ده زوری چیم سفیدی نه ده زوری کش. تا اینجا یک ورس معمولی شنیدیم، حرفاش قشنگه ولی اون چاشنی رپش کم احساس میکنه و او خلاقیت مهاجمی رو نداره. آره او نمیفهم چرا قم توضیح بدیم ولی خب میتونست خیلی بهتر از ای باشه و بریم که ورس 2 شاید ما رو شگفت زده کرد. گوش کنیم. دوم خرش پشتی میکروفون لش ده زوری چیم سفیدی نه ده زوری کش شروع کردم با دویدن از اولین قدمیم نمیتونستن شوا نتونست فی قدریم کنی ترس پاره کردم ده زوری کمریم از کبودی و زد و بند پر شده بود بدنیم شهر بود و مانده بود منطقه دغمیم خانواده عشقم زده بودن دبدیم حسومم و چوچگاگی چیم سفیدی پدریم حتی اگه ده حساب بالا بره رقمیم گب زد رفت پشتش رفیقاش خالی کرد رفت نمانده ردی پاش خالی شد خشم مشتش داده وار ریخته پشم ترسیده رقیباش حتی خودش ترسیده از اینکه چه شری است تضمینی و شرطی است گنگ بچه شرقی است کسی مثلش ندیده برای خودش جنگیده هر کیم کی باشیده گب هیتا سنجیده دلم ترس بود و جبیم پر چرم. ورس 2 هم بچه ها مثل ورس 1 بود و یک ورس معمولی از مهاجم شنیدیم. بچه ها مهاجم خیلی استعداد خوبیه. خب شاید من اگر اینو اول میشنیدم آفرین بعدش این کارهای جدیدشو میشنیدم میگفتم واو چه پیشرفت. آفرین وقتی توقع رو از خودت بالا میبری بچهش همین میشه. خب تو با او کارهای دیگه توقع قدر بردی بالا که با این توقع ما یک دفعه میگه چیه دیگه. خب کار قویه بچه‌ها. آره. توقع ما خیلی بالاه. توقع ما از مهاجم شما لذت ببرید و همین الان کامنت مونید که نه بابا خوبه زیاد زیر نزنید. رو میرفتم دست رک و تلو مست رسیدم و خرش پشتی میکروفون لش ده زوری چیم سفیدی نه ده زوری کش رسیدم و خرش پشتی میکروفون لش ده زوری چیم سفیدی نه ده زوری کش چیم سفیدی هایم شد حاصلش درد خیلی از چیزا رو من زودتر فهمیدم. سیاوش نگهبان نظرت راجع به بیت؟ حس میکنم الان چیزی بگم فکر میکنم جبهه گرفتم و اینا ولی نسبت مهاجم نسبت به این کار اولا که خود مهاجم اگه این ویدیو رو ببینه خودش مفهمه و توش نگران راجع به خود مهاجم نباش. مسئله مردم هم بیشتر از مهاجم مفهمه. ببین مسئله بیت خب این فضا خب واقعا کار نیاز به فضا سازی داشته خب و این اونجوری که باید ارائه نشد و خیلی ملودی خیلی ساده‌ای داره زیر مثلا کورسش که میاد هیچ تکنیکی هیچ هارمونی هیچ چیزی توش وجود نداره و درام به شدت ساده یک کلب یکی که یه دونه آره هچه نه پرکاشنی داخلش استفاده نه پاساژ داشت کار هیچی. باز هم تاکید مونم بچه‌ها توقع ما بالای از مهاجم و نمیخوایم که یک کاری در سطح عادی بده مخصوصا اولین ترک از آلبومت داری پخش منی قطعا ما میخوایم که یک کار خیلی قوی ازت بشنویم. امیدوارم آلبومت رو به بهتر شدن بره و یک چیز نکته دیگه ای که من می‌خواستم اشاره کنم اینه که میتونست با یک فیچرینگ کارسخان یک کسی که آرنبی یا ملودی بخونه این کار خیلی لیول اپ تر شود. خب و در نظر من یک کارس خیلی احساسی تر ملودیک لازم داشت. خب یک جنس صدای نرم خب با او ورسای لش خودش خیلی ترکیب خوبی میشد و کاش که این رقم میشد ولی همیالم خیلی خفنه. پس حتما لینکش که هست ضربه بزنید برید خود کار گوش کنید حمایت کنید از مهاجم. ما هم ادامهش گوش کنیم که کار به کجا میرسه. یایم شد حاصلش درد خیلی از چیزا رو من زودتر فهمیدم غم ها رو میکرد با یک لبخند ترش پیر نشده ولی خوب خسته از ذهنش شب و تو نصف شب دفتر پیشش از خواب میخست میزد فندک زیرش
یه چیزی بهش الان داشتم فکر میکنم، اونم این که این قبلا توی لیبلی کار میکرد به اسم فست رکورد، درسته؟ و خب اونجا تنظیم کننده یکی دیگه بوده، الان تازه جدا شده از اون لیبلی، یعنی ممکنه حتی تازه هم باشه. نه شاید من میگم این ترک قبلا نوشته شده با یک حالا پرودیوسر جمع شده بوده و وقتی که از اونجا برآمده از اونجا شاید دوباره ساخته شده و توی عجله ساخته شده که آهنگسازی بیشتر روش کار نشده و خواستن فقط ترک زودتر پخش کنن. ولی در کل بچه ترک خیلی خفنی بود. پوینت های ریزی که از نظر من داشت، اولا این که از کسی که پانچ بازه و پانچ لاین های خوبی میزنه پانچ های بیشتری توقع داشتم و آهنگسازیش هم رقم که سیاوش گفت دوست داشتم یک کمک بیشتر خلاقیت به خرج بده. در کل با تمام این تفاسیر مهاجم کسی که صداش خیلی بالاست، پس و حتما آینده رپ پدری در دستان مهاجم خواهد بود، در دستان مهاجم و کسانی که در نسل و در زمان که مهاجم کار می‌کنن در حد اون میان بالاتر میان و آینده رپ پدری رو در دستان خودشان میگیرن. ما هم انشالله که بتونیم اون زمان یک گوشه بشینیم این تا پیر شده ریاکشن بریم ما سیاوش دو تا ریش سفید این شیشتیم بر شما میگیم این کار اصلا باب میل ما نبود. پس بچه اصلا هیت منفی ندید و نگید که از خوشت آمد نامد یا هر رقم، قطعا حال مونید. همه نمیفهم چی بگم دیگه. تشکر از اینکه تا اینجا ویدیو رو دیدید، نگاه کردید، خیلی مخلصیم. کانال منم سابسکرایب بکنید. اونجا هسته. اگر هم ویدیوی ما رو خوشتون آمد لایک کنید، اگر خوشتون هم نمیاد که اگر خوشتون نیومد بیاید کانال من سابسکرایب کنید. از ویدیوی سیاوش خوشتون بیاید. دمتون گرم. مراقب خودتون باشید تا ویدیوهای بعدی. خداحافظ.